کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که شب 7 به 8 دکامبر سال 2023 در محله خوجنبیای پایان نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه 3 عضو یک عائله مادر 42 ساله و 2 دختر او سالهای تولدشان 2002 و 2020 از دود انگشت جان دادند. این یا درباره این حادثه فاجعه بار تفصیلات دیگر نداده است، ولی بنا به اطلاع دریافتی هر سه قربانی این حادثه ناخوش را روز 9 دکامبر به خاک سپاریدند. مادر با 2 دخترش هر سه در خواب از دود انگشت زهرآلود شدند. در عکسی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می شود که جسدهای الکه سر شده مادر را با دخترانش در زیر کرپه ها در حال پیدا کردند که کناری هم خواب بودند. پدر این خانواده در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشته است. از 3 فرزند این خانواده تنها یک دختر دیگر که در خانه شوهرش بود زنده مانده است. هر سال در فصل سرما در تاجیکستان درباره از دود انگشت زهرآلود شدن و به هلاکت رسیدن ساکنان خبرها به دست میرسند. این حادثه ها اساساً در خانه های رخ میدهند که با انگشت گرم کرده می شوند. ماه ینور سال 2023 در نویه کوشانیان ولایت ختلان زن و شوهر جوان شریف بیگ شایف 26 ساله و همسرش عایشه سید قلزاده که 21 سال داشت از دود انگشت در حمام به هلاکت رسیدند. در یک حادثه دیگر در ولایت ختلان در اول سال 2023 پدر با پسر 5 سالش از دود انگشت جان باخته بودند. شب 19 و 20 فوریه سال 2023 در محله تختقل جماعت زمرت در کنار شهر اسفره 3 فرزند خانواده یایو خوجایف ها مریم خان خواننده صنف 4، برادرش یایو خوجایف محمد یوسف خواننده صنف 6 لیسه اسفره و دادر 6 ساله آنها قربان زهرآلود شوی از دود انگشت شدند. مادر آنها را که نیز زهرآلود شده بود طبیبان از مرگ نجات دادند.